اگه توی رابطه بی‌ارزش شدی، طرد شدی، هر کاری هم میکنی به جای بهتر شدن فقط بدتر میشه. من با تجربه چند 10,000 ساعت جلسه خصوصی مطمئن بهت میگم فقط یه راه جلو داری. اگه ویدیوی اولو ندیدی لینکش این پایینه، حتما تماشا کن تا اصلا بفهمی چرا به اینجا رسیدی. من علی عربی هستم، مربی ذهن در روابط و کسب و کار. اگه به نظرت حرفای من با صحبتای مرسوم فرق داره، نظرت درسته. چون اگه اینطور نبود اصلا اینجا نبودم. توی رابطه استثنایی که با عشق ساخته شدم خیلی راحت میتونه جذابیتت صفر بشه و طرد بشی و خیانت ببینی. تو ویدیوی اول کامل باز کردم، اینجا باز خلاصه میگم. وقتی فکر میکنی آدم خوبه ی رابطه هستی و گذشت داری، همونجاست که بی‌ارزش میشی. چون وقتی تو این شرایط دچار اختلال ناهماهنگی شناختی میشی و رفتار تو با باوری که از خودت داشتی تضاد پیدا میکنه، مغزت که نمیتونه تضاد رو تحمل کنه دنبال مدرک برای اثبات بی‌ارزش بودن واقعی تو میره. ذهن ناخودآگاهت تمام اشتباهات تو پیشت پررنگ میکنه تا در برابر اون به عنوان یه آدم بی‌ارزش تعریف بشی و این بشه باور تازه تو از خودت. این میشه که کم کم خودتو مقصر همه چیز میبینی و تو یک سیکل معیوب تا جایی جلو میری که بدترین رفتار ممکنه میبینی. رفتاری میبینی که دیگه هیچ توجیهی براش نیست. خیانت میبینی، توهین به شدت زشت میبینی و اینجا تازه تصمیم میگیری یک کاری انجام بدی که یا ادامه دادن تو بدترین شرایط با ارزش صفره و یا شروع یک رابطه سمی دیگه با یه آدم دقیقاً مشابه همون آدم قبل. علت چی بوده؟ علت آروم آروم سرخم کردن و گذشت بی توجه به شهود به نام عشق. علت اون همه مدرک بی‌ارزشیه که تو یک سیکل معیوب هر بار تو رو پایین تر برده. پس اول از همه لازمه که به ضمیر ناخودآگاه خودت مدرک برای ارزشمند بودن بدی. وقتی شرایط به جایی رسیده که ارزشت از دست رفته، تنها راه جلوت اثبات ارزشمند بودنت به خودته. باید مدرک ارزشمندی بدی تا حرمت تو زندگیت بیاد، تا آدمای درست سر راه بیان و بهترین رفتارا رو ببینی. کل دوره بازگشت به عشقم برای همین طراحی شده. اما تو این اپیزود قراره بهت یه راهکار سریع بدم. به طور کل خط قرمزای یه آدمه که ارزششو مشخص میکنه، چه پیش خودش چه هر کس دیگه. این که تو توی چه چارچوب مشخصی حرکت میکنی، اصلاً چارچوب داری یا نه، همه جا یه حریم مشخصی داری یا نه، تا چه جای مشخصی جلو میری، تا کجا به بقیه اجازه میدی جلو برن. چون آدمی که حریم نداره ارزش نداره و همه این موضوع ناخودآگاه میدونن. حتی اگه بهت بگن آدم پایه، آدم خوب، آدم فهمیده با درک بالا. این خط قرمز که میگم یه مفهوم انتزاعی تو ذهن خودت نیست. خط قرمزای تو ذهن مردم باید تعریف بشن و واکنش تو به تجاوز به این حریمه که نشون میده چقدر پررنگه و مهمه. وقتی خط قرمز تعریف شده باشه، یعنی حتی برای بهترین رفیقت دیگه این واکنش اصلا چیزی نیست که بخواد مردم رو راضی نگه داره. بی حرمت شدن تو به خاطر شکسته شدن خط قرمزات اول برای خودته. و وقتی بی‌ارزش شدی، مهمترین کاری که باید به سرعت انجام بدی تعریف دوباره و مشخص خط قرمزاته. راهکاری که الان بهت میگم در واقع یک روتین روزانه است. حتما باید بهش یه دفتر کامل اختصاص بدی. اول باید یاد بگیری با خودت خلوت کنی. باید یه تایمی در روز فقط به خودت اختصاص بدی. خارج از خونه یه جای دنج پیدا کنی. این مهمترین بخش تمرینته. تو همون جای دنج، تو
تو دفترت باید رفتارهایی که باعث میشه حس بی‌ارزشی کنی و مورد به مورد بنویسی. باید خوب براش وقت بذاری. اگه نادیده گرفتن خواسته هاته، اگه گوش ندادن به صحبتته، پریدن تو حرفته، اگه شوخیای زشته، اگه سردی و بی محلی بی دلیله، اگه جواب ندادن به تلفن و پیاماته، اگه تأخیر زیاد تو قراراست، همه رو مورد به مورد لیست کن و به میزان شدت هر کدوم یه نمره از 1 تا 10 بده. اینجوری میفهمی دقیقاً کدوما تو اولویت اصلاحه. بعد باید این لیست رو تو صفحه بعد به ترتیب اون اولویت ها بنویسی و بعد زیر هر کدوم یک خط قرمز روشن و مشخص و واضح بنویسی. یعنی یک مرز محدود تعیین کن که اگه از این رد شد یا تا این تعداد تکرار شد، واکنش تو دقیقاً باید چی باشه. طبیعیه که هرچی اولویت بالاتر باشه باید هم محدوده خط قرمز کمتر باشه و هم واکنش شدیدتر باشه. مثلا اگه تأخیر تو قرار خیلی زیاد شده، تکرار شده و عذرخواهی درستی هم بابتش نبوده، اولویت بالا داره، چون بی‌حرمتی واضح و مشخصه. و اینجا چون اولویت بالا گرفته، تو یک محدوده کوچیک مشخص میکنی و اینو بهش میگی که اگر 1 ثانیه بیشتر از 10 دقیقه علاف شدی، حتما بدون زنگ کنسل میکنی میری، چون کار مهمتر داری و برای زمانت ارزش قائلی. اینو میتونی از قبل واضح بگی، اما اونجا دیگه زنگ نمیزنی چون دیگه جای توجیه نیست. اگه تأخیر با بی احترامی بیشتر بود، باز برخورد جدی‌تر داره و این واکنش شدید و جدی که میگم اصلا رفتار زشت خارج از کنترلت و توهین نیست، بی محلیه، دور شدن عاطفی و فیزیکیه. با این کار به ظاهر داری اونو تربیت و شرطی سازی میکنی، اما در واقع داری به خودت مدرک ارزشمند بودن میدی تا عزت نفس تو حفظ کنی، چون اینه که جذابیت تو رو میسازه. کار دومی که باید تو این دفتر انجام بدی، نوشتن یک ژورنال روزانه تو همون فضای دنجیه که مشخص کردی. باید تو اون فضا تو دفترت هر روز مدارک ارزشمندی روز قبل تو مکتوب بنویسی، چون با این کار به ذهنت که دنبال مدرک بی‌ارزشیت میگرده غلبه میکنی. و این مدارک ارزشمندی دیگه فقط مربوط به یه نفر خاص نیست، رفتارت تو جامعه است. کجا تونستی به خودت غلبه کنی و حرفی که قبلا نمیتونستی رو بزنی؟ کجا وقتی بهت بی احترامی شد ارزشتو محکم نشون دادی و پا رو میل شدیدت گذاشتی، پا رو غرایزت گذاشتی؟ امروز کجا تونستی با اقتدار نبگی؟ کجا تونستی ارتباطی که نمیخواستی رو محدود کنی؟ کجا از جلب توجه و محبت دست برداشتی و احترام و خیلی مهمتر از ترحم دیدی؟ تو این ژورنال روزانه هر روز باید دوباره حداقلاتو از یک رابطه که لایق خودت میدونی بنویسی. با این کار آگاهانه ارزشمند بودن خودتو به ناخودآگاهت نشون میدی، چون داری با جدیت یه تایمی رو تو یه جای مشخص به این کار اختصاص میدی و تمام تمرکز روزانت میشه ارزشمند شدن و ارزش پیدا کردن و آروم آروم معجزه میبینی. تو این دام نیفت که بخوای این کارا رو ذهنی انجام بدی، تو خونه انجام بدی، بدون دفتر انجام بدی، هیچ اتفاقی نمیفته، چون برای ذهنت فقط عملت مهمه. اما اینجا یه سدی جلو داری که گذشتن ازش آسون نیست، مخصوصا اگه آسیبای زندگیت زیاد باشه. با آسیبای زیاد و عزت نفس پایین، وقتی بی حرمتی میبینی کنترل رفتار سخت میشه. هرچی بی احترامی شدیدتر باشه سخت‌ترم میشه. با سبک دلبستگی اضطرابی مدام تو ترس از دست دادنی. اگه به تماس جواب نده 10 بار تماس میگیری.
100 تا پیام میدی. میدونی چرا؟ پشت هم پیام میدی و زنگ میزنی چون ذهنت ازت تأیید ارزشمندی تو میخواد، اما هر بار میبینی داره بدتر میشه. هرچی جلوتر میری بدتر خرابکاری میکنی و حالت بدتر میشه. استوری چک میکنی، الکی دنبال دلیل برای عذرخواهیت میگردی تا خودتو آروم کنی و اضطراب تو باعث همون چیزی میشه که ازش میترسیدی. با عزت نفس پایین تو این مرحله خودداری اصلا آسون نیست. پس مهمترین راز برای وقتی که کنترل رفتار و افکارتو نداری داشتن یه مشاور یا مربی کنارته. ویدیوی قبل گفتم اگه از مشاور دنبال یک راهکار و جواب سرراست برای حل مشکلاتی فقط پول دور ریختی، چون اگرم راهکار سریع باشه تو قادر به انجامش نیستی. ولی اگه به جای فکر به راهکار سریع یک مربی رو به عنوان همراه همیشگی زندگیت انتخاب کنی تا تو تصمیم‌ها و احساسای غیر قابل کنترل هر هفته کنارت باشه، بهترین تصمیمو گرفتی. و این حرف تبلیغ برای جلسه خودم نیست. این لحظه اصلا امکان رزرو جلسه با من نیست. من همیشه در دسترس نیستم و این یعنی برای شرایط حاد که کمک فوری و حضور دائم لازمه اصلا مناسب نیستم. امکان رزرو جلسات من تو بازه‌های کوتاه تو سال فراهم میشه و هیچ حساب کتابی نداره، چون این بیزنس من نیست. جلسه کوچینگ برای من فقط هزینه است. من همراه نزدیک دائمی نیستم، اما همیشه تلاش دارم تا بهترین شکل آموزش رو تو کشور ارائه کنم. برای دوره‌ها و برنامه‌هام متد دوپینگ ذهن رو ساختم که تزریق اطلاعات هم به شکل خودآگاه و هم ناخودآگاه با استفاده از تمام ابزارهای ذهنیه. دوره بازگشت به عشق من بازسازی عزت نفس تو رابطه است تا یک دنیا مدرک ارزشمندی جور بشه، تا اگه قرار رابطه به سرانجام برسه به بهترین شکل اتفاق بیفته و اگه سرانجامی نیست راحت رد بشی. همین لحظه داریم روی یک دوره جامع کار میکنیم که برای هر زنی که تو فرهنگ این کشور از انرژی و جاذبه زنانه جدا شده ضروریه، بی اندازه ضروریه. چون زنی که از طبیعت خودش دور میشه شهودش رو از دست میده و تمام مشکلات از همین جا شروع میشه. تو کل تاریخ همه چی دست به دست هم داده تا زن از طبیعتش دور بمونه و حتی خودش انکارش کنه، در صورتی که تمام قدرت و جاذبه واقعی زنانه از این انرژی خام و وحشی میاد. همیشه سعی دارم با همین ویدیوهای رایگان یک ارزش مهم و راهکار ارائه کنم، جدا از خط تولید محتوای مرسوم کشور حرکت کنم. از اینستاگرام خداحافظی کردم، چون چیزی که برام ارزشمنده و حاضرم وقت صرفش کنم حضور تأثیرگذاره. برای من یه ویدیو که زیر انگشت 10 میلیون نفر بعد چند ثانیه رد بشه بی ارزشه، چون تأثیر فقط زمانیه که حرفم حداقل 10 دقیقه شنیده بشه، حتی از 100 نفر. اگه آدم خودشو ارزشمند ندونه امکان نداره هیچ آدم نزدیکشم ارزشمند ببینه. آدم فرافکنی میکنه و اگه اون چه درونش قشنگ نباشه همونو تو بقیه میبینه، مخصوصا تو شریک زندگیش. اگه آدم خودشو ارزشمند ندونه هیچ خط قرمزی هم برای خودش نمیبینه. خیلی وقتا تو رابطه بحث زیاد پیش میاد، اما ارزشای شخصی و احترام یک خط قرمز محکمه که ازش عبور نمیشه و اگه شد حتما جبران میشه. حس ارزشمندی حتی تو تنشای نسبی حفظ میشه و رابطه غیر قابل فروپاشی میشه. یک مقاله از مهمترین عامل موفقیت خودم و راهی که این 7 سال با هم اومدیم و برنامه هایی که بعد از این داریم تو سایت نوشتم. لینکش این پایینه. اگه میخوای کنارم باشی حتما بخون و نظرتو بنویس. این ویدیوی 4 از مجموعه درد عشق بود. ویدیوهای بیشتر و صحبتهای مهمتر در راه. سابسکرایب کن و رو زنگوله کلیک کن تا موقع انتشار با خبر بشی.
طلایی باش.